میگم مربان علی آره. خوب آره. چه خیز چه خیز مزه داد همون خیز به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان نازنین وطندارای گل سلام، امیدوارم که جور و صحتمند و سرحال باشید. خوش آمدید در ویدیوی جدید از ما دوستا. در این ویدیو میخوایم امشب یک دانه تخم شترمرغ را پخته کنیم برای افطاری. که ما امشب برای افطاری یک دانه تخم شترمرغ را آوردیم و او را پخته کنیم. با ما همراه باشید در این برنامه که بریم تخم شترمرغ را با هم پخته کنیم. شد من بگیرم. آفرین، بده اجازهش به من. بای بای، من گرفتمش. خب دوستا اینی هم که است تخم شترمرغ. از این قسمت سوراخ کردیم دیگه. این پوست زیر ببینید دوستا که خیلی ربله. پوست زیر واقعا دیگه خیلی ربله، دیگه خیلی محکم پوست داره. یا ماشاءالله خیلی کلان هم است دیگه. باشیم شو تخم شترمرغ پخته در ابزان که چی رقم موشه. خب سه پختن یعنی هسی پیش هم پخته داد دیگه بلده. ما دوستا اینی هم از تخم شترمرغ را گفتم خوب تگزم خوب شور دیده دیگه. مقدار گوجه و خیلی چیز مخلفات دیگه که ویش را ابزان رالیم جور دیگه ما خودیم بلد نیم دیگه. ایده بخش شترمرغ خیلی فعاله اشان. خب دوستا معلم تخم شترمرغ را زحمتی رفتن معلم کشته و ایجور شد خشده دیگه. باش که مزیدی که خوب مثلا دیانه. دوستای عزیز سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که در هر جایی هستین سلامت، صحتمند و موفق باشین. خب دوستای عزیز، بالاخره تخمش مونس پخته شد و خب چون که پخته کردنش یک مقدار طول میکشه به خاطر که تخم کلان است و خب امی یک دانه تخم بس تقریبا پر شده دیگه. در حالی که ما تخم کوچیک شما گرفته بودیم و در حالی که تخم کلانش بگیریم خب کلان است خیلی. و خب مویره بهتون شرخ مزه میده و جایتون خالی که فکر کنم بسیار عالی است. گوجه است و مقدار نمک و مرچ سبز و خودتون. میگم مربان علی آره. خوب آره. تا هر تخم شترمرغ مزه داد. چه خیز چه خیز مزه داد همون خیز چه خیز بایرو چه خیز مزه داد. آفرین. خب دوستان عزیز، این بوده از برنامه امشب از ما که یک دانه تخم شترمرغ پخته کردیم. دوستان عزیز، در برنامه های بعد انشاءالله درباره طریق جوجه کشی، درباره گوشت شترمرغ، درباره خلاصه یک فرم چه کارها انجام میشه معلومات برای شما میدیم. دوستان عزیز اگر علاقمند ویدیوهای از ما هستین پس همیشه ما را سابسکرایب و لایک کنید و نظرات نیک خود را با ما شریک سازید. دوستان عزیزی بوده از برنامه امشب. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.